با سلام و درودی گرم خدمت دوستان عزیز، هموطنان خوبم. امیدوارم هر کجای این کار خاکی که هستین حال دلتون عالی باشه. ممنونم که همراهم هستین و ممنونم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردین. دوستان خیلی پیام میدین که چرا برنامه ها رو در اینستاگرام منتشر نمی‌کنم. حقیقتا به خاطر اینکه یک عده نمیخوان صدای من شنیده بشه و میان برنامه ها رو ریپورت میکنن یا یه سری کامنت هایی میذارن که این کامنت ها باعث میشه که پیجمون مسدود بشه یا دچار محدودیت بشه. به خاطر همین تصمیم گرفتیم در تلگرام و در یوتیوب که پلتفرم های اصلی انتشار ویدیوهای بلند هم تلگرام، البته تلگرام بیشتر متن محور هست تا اینکه مثلا ویدیو یا فایل مثلا صوتی. البته فایل صوتی هم منتشر میشه اما بیشتر بر مبنای متن هست، یعنی متن محور هست. اما خب یوتیوب کلا پلتفرمیه که ویدیوهای بلند در یوتیوب منتشر میشه. به خاطر همین تصمیم گرفتیم در یوتیوب ویدیوها رو منتشر کنیم. بعدم که یوتیوب یک پلتفرم بسیار بسیار معتبره، یعنی حال به حال مثلا کانال بسته نمیشه یا یک عده بیان ریپورت کنن. ولی خب اینستاگرام یک پلتفرمیه که متاسفانه جریانات صهیونیسم هم پشتش هستن. به راحتی هر صدایی که بخوان خاموش میکنن و فعالیتی هم که ما انجام میدیم در راستای مبارزه با تجزیه طلبیه و مسئله تجزیه طلبی خب در رأسش سه تا اندیشکده مهم به نام آلما، بگین سادات و اندیشکده هادسون که در رأسشون مردخای کیدار هست. اینا پشت مسئله تجزیه طلبی در کشورهای حالا خاورمیانه مخصوصا ایران هستن و خب من نوعی هم که با این مسئله دارم مبارزه میکنم، یعنی دنبال بهانه‌ام. به راحتی پیج‌های ما رو از دسترس خارج میکنن یا گاهن مثلا تا حالا دیدین چند بار پیج‌های ما رو بستن. به خاطر همین مسئله تصمیم گرفتیم که پلتفرم اصلی فعالیت ما تلگرام و یوتیوب باشه. اینو گفتم توضیح بدم. دوستان در کامنت ها زیاد پرسید، در دایرکت زیاد پرسیده بودین، به خاطر همین گفتم توضیح بدم. خب در این برنامه میخوام در رابطه با مسئله ملت سازی صحبت کنم. اینکه چرا مثلا من میگم آقا کرمانج زیر مجموعه کرد نیست، چرا یک عده در برابر این مسئله اینقدر گارد میگیرن. و جالبه بدونین این یک عده آدم‌های معمولی نیستن. حالا درسته مثلا با یه سری اکانت دختر رو نمیدونم مثلا طرف میاد میگه من با اینکه من ترک هستم ولی کردها رو خیلی دوست دارم، با اینکه من لور هستم ولی کردها رو خیلی. تمام این اکانت ها رو ما بررسی کردیم. اینا همه از یک مکان جغرافیایی مشخص دارن فعالیت میکنن و تحت عنوان حالا اکانت های سایبری که این به قول صحبت در رابطه با مسائل جمهوری اسلامی بارها دیدین، شبکه‌های به تعبیر جمهوری اسلامی مثلا شبکه‌های معاند، رسانه‌های معاند یا کلا اپوزیسیون این مسئله رو در رابطه با جمهوری اسلامی زیاد شنیدیم و این مورد برای جریانات پانکورد هم کاملا صدق میکنه و ما بررسی کردیم که این موضوع مثلا افراد زیادی رو استخدام کردن در اینستاگرام، در توییتر، بیشتر در اینستاگرام فعال هستن و خودشون جای مثلا افراد مختلف جا میزنن. اکثرا هم با اکانت های خانم میان فعالیت میکنن. به خاطر همین مسئله مثلا فعالیت پیجی مثل من رو خب به راحتی میان کامنت ها، یه سری کامنت ها میذارن، این کامنت ها باعث محدودیت میشه و کلا دنبال این هستن که خب فعالیت ما محدود بشه. چرا؟ چون وقتی ما صحبت میکنیم صحبت ما روی مخاطب تاثیر میذاره، روی مردم تاثیر میذاره، طرف رو به فکر فرو میبره. به خاطر همین مسئله میترسن از صحبت های ما و از برنامه. حالا تنها راه چیه؟ تنها راه اینه که صدای طرف خاموش بشه. تهدید، توهین، فحاشی، این مسائل رو مطرح میکنن. خب فضا رو یک جوری سمی میکنن که هر کسی توان ایستادن و توان فعالیت در این فضا رو نداشته باشه. به خاطر همین خب مثلا من میام راجع به این موضوعی صحبت میکنم، میگم کرمانچه یک قوم مستقل، کرد یه قوم لک، لور، اینا همه اقوامن و اینا خیلی ناراحت میشن. آوی مثلا تو دنبال تفرقه ای، تو نمیدونم داری به ملت کرد توهین میکنی. ملت، اصلا این کلمه ملت کرد خودش یک جرم خیلی سنگینه. نمیدونم نیروهای امنیتی چرا با این افراد برخورد میکنن. واقعا برای من شخصا خیلی سواله. ملت سازی از اقوام یکی از فعالیت ها و یکی از کارهای مؤثر در مسیر تجزیه طلبیه. از اقوام بیای ملت سازی کنی. خب مثلا هموطنان ما در خطه کردستان میگن ما ملتیم، بلوچ ها میگن مگه ما چمونه، ما هم ملت بلوچیم. نمیدونم مثلا آذری ها میگن خب ما چمونه، ما هم ملت آذری. بعد چه اتفاقی میفته؟
وقتی تبدیل به ملت بشی خب باید یک جغرافی طبق تعریف ملت مجموعه‌ای از اقوامی که در یک جغرافی مشخص دارای پرچم، دارای سلسله‌های پادشاهان مشخص و دارای مثلا رسم و رسومات، دارای زبان مشترک، دارای الفبا، این یه سری تعریفاییه که خب این مسائل باشه باید کشور داشته باشه و اینا. چون این مسائل از طریق این اندیشکده‌ها سالها اومدن تاریخچه اقوام، خصوصیات اقوام ایران رو مطالعه کردن که از چه طریق وارد بشن. شاید یادتون بیاد مثلا دهه 80 خورشیدی منظورم، دهه 80 یه سری جوک‌ها خیلی باب شده بود که یه ترکیه فلان کرده، یه لوره فلان کرده، یه مثلا کرده فلان کرده. بعد مثلا ما که کرمانچیم، حالا یا مثلا هموطنان کرد، هموطنان ترک زبان، هموطنان لور، اینا رو برای همدیگه میفرستادیم و همدیگه رو تخریب میکردیم. خب الان اسناد در میاد که تمام این جوک‌ها به قول ساخته و پخته اندیشکده‌های مثل هاتسون، بگین، سادات، آلما، این اندیشکده‌های صهیونیستی که دارن در حوزه تجزیه طلبی فعالیت میکنن و هدفشون هم اینه که کشورهای خاورمیانه تجزیه بشن. هر چقدر کشورهای خاورمیانه کوچیک‌تر بشن به راحتی میتونن برای این کشورها تسلط پیدا کنن. الان کشورهای فسقلی هاش خلیج فارس خب به راحتی روی این کشورها تسلط دارن. مثلا همین بغل دست ما جمهوری جهادی باکو به راحتی نفوذ کردن، به راحتی اهدافشون رو پیش میبرن و اینا مسائلیه که خب از همین جاها شروع میشه دیگه. الان مثلا جمهوری جهادی آذربایجان الان شده یک کشور، خب این از کجا اتفاقش افتاده؟ استارتش از کجا خورده؟ درسته بخشی قراردادها و حالا تفاهم‌های سیاسی، اما بخش بسیار مهمی هم در میدان رخ میده و اون میدان هم منظورم فضای روانی در بین جامعه رخ میده. الان ما میگیم مثلا کرمانچ یه قوم مستقل، لک، لور. چرا این از این مسئله ناراحت میشن؟ چون وقتی کرمانچ یک قوم مستقل باشه خب این زیر پرچم ملت کرد نمیره. اصلا این کلمه ملت کرد کاملا اشتباهه و اینا هر کدوم یک قومی باشن خودشون زیر مجموعه ایران تعریف کنن که زیر مجموعه ملت ایران هم هستن، از اون مسئله ملت کرد فاصله گرفته میشه و اینا نمیتونن ادعای ملت کنن. برای همین مسئله از این موضوع خیلی ناراحت میشن و خیلی به هم میریزن که مثلا وقتی میگیم کرد یک قومه، کی گفته ملته، سریع ناراحت میشن. بعد وقتی در برابر یک گفتمان، در برابر یک اندیشه، در برابر یک مکتب فکری حرفی برای گفتن ندارن، در اون پکیج مظنون نمایی قرار میگیرن که آی تو داری به ملت کرد توهین میکنی، تو داری به لباس ما توهین میکنی، تو نمیدونم فلان میکنی. بعد بارها من اینا رو دعوت کردم، گفتم آقا بیاین مناظره کنیم، صحبت کنیم، گفتگو کنیم، ببینیم که بالاخره وقتی صحبت کنیم مردم متوجه میشن که حق با کی داره درست میگه، کی داره اشتباه میگه. از اونجایی که توان استدلال ندارن، توان سخن گفتن در برابر اندیشه ما، گفتمان ما رو ندارن، شروع میکنن که تو عددی نیستی. خب اگر عددی نیستی کاری با من نداره. اصلا من از خدامه که شما فکر کنید من عددی نیستم. به خدا قسم من از خدامه شما فکر کنید من عددی نیستم. چرا؟ چون در به قولی فضای آرام و بدور از هیاهو، بدور از تهدید و توهین و فحاشی مسیر فکریمو پیش میبرم و اون ضربات متاسفانه جبران ناپذیری که بر پیکره فکری جامعه وارد کردیم بتونیم اینا رو اصلاح کنیم، بتونیم یک تاثیر مثبتی داشته باشیم. من از خدام شما من اصلا عددی حساب نکنید. ولی خب همیشه میایین مزاحمت ایجاد میکنین، همیشه میایین توهین، تهدید، فحاشی، نمیدونم خودتون در جریان مسائل هستید، در جریان هستید. به خاطر همین مسئله گفتم این موضوع رو کامل برای شما توضیح بدم که موضوع ملت سازی ریشش از کجاست. و من اومدم صحبتم کردیم در فضای مختلف که وقتی شما میگین مثلا کرمانچ و کرد از یک ریشه هستن، ما فقط در ایرانی بودن مشترک هستیم، یعنی هممون هموطنیم. و یکی از زیبایی‌های ایران همینه که دارای تنوع اقوامه و اقوام ایران هم دارای تنوع فرهنگ‌های مختلف، از جمله مثلا لباس و رسم و رسومات و مسائل مختلف، و این یکی از زیبایی‌های ایرانه. بعد این موضوع رو باید در مسیر شکوفایی و مسئله بیشتر نشان دادن ایران به عنوان یک کشور متنوع در این مسیر استفاده کنن. بعد میان در مسیر عکس استفاده میکنن، در مسیر تفرقه و در مسیر تجزیه طلبی و در مسیر استقلال خواهی و نمیدونم تقویت قومگرایی. اینا مسائلیه که متاسفانه به خاطر یه سری ضعف‌ها و یه سری مشکلاتی که در درون سیستم جمهوری اسلامی وجود داره
به خاطر اینکه مثلا حالا سر و صدا نشه، به خاطر اینکه نمیدونم نارضایتی بیشتر از این ایجاد نشه، مجبور یه سری باج‌ها رو هم بده، در صورتی که جایی که باید باج بده باج نمیده، جایی که نباید باج بده میاد باج میده. اصلا این موضوع آموزش به زبان مادری، آموزش زبان مادری، آقا زبان مادری هر کسی دلش میخواد زبان مادریشو آموزش ببینه، باید اول از همه یقه پدر مادرشو بگیره چرا زبان مادریشو بهش آموزش ندادن، و بعد هستن افرادی که آموزش میدن و این افراد هم در خراسان شمالی متاسفانه در قالب آموزش زبان مادری دارن فعالیت میکنن، ولی آموزش زبان مادری که در خراسان شمالی مثلا حالا الان مد نظر ما کرمانجی هست، چون خراسان شمالی چندین اقوام هست، تات داریم، ترکمن داریم، ترک زبان داریم و بلوچ داریم، کرمانچ هم داریم. حالا الان بیشتر تمرکزها بر روی قوم کرمانچ هست. زبان مادری کرمانچی باید آموزش بدن، در صورتی اینا میان کردی سورانی رو آموزش میدن و این مسئله که خب متاسفانه باید باشون برخورد بشه و برخوردی هم صورت نمیگیره و اگر یکی مثل منم در این فضا فعالیت میکنه، فضا رو انقدر تنگ میکنن که کسی جرئت نکنه بیاد پشت من قرار بگیره. من بارها این مسئله اشاره کردم که بودن افراد مطرح استان، حالا هنرمند یا مثلا خواننده، اشخاص مطرح در فضای خصوصی به من پیام دادن، خیلی تعریف و تمجید کردن، آقا مثلا کارت خیلی درسته، مسیر درسته فلان. بعد میگه خب بیاین پشتم قرار بگیرین، حداقل وقتی نگاه کنید چهره ها بیان پشتم قرار بگیرن، مطمئنا این باعث اعتبار میشه و این اعتبار باعث میشه که مردم بیشتر اعتماد کنن. ولی وقتی هیچ کس از چهره های مطرح نمیاد و اونم فقط به خاطر فضای ترسناکی که ایجاد کردن، چون به من پیام میدن به صورت خصوصی و فکر میکنن که مثلا چون بارها بوده طرف اومده منو فالو کرده، لایک و کامنت و مثلا حمایت کرده، رفتم بهش پیام دادم. من خودم با پیج های مثلا ناشناخته، حالا مثلا پیج منه ولی کسی نمیدونه اون پیج مال منه، اومدم خودم برای خودم کامنت گذاشتم، به خود من پیام دادن، کلی مثلا چرت و پرت پشت سرم گفتن. از این مدل کارا دارن انجام میدن، انقدر آدم‌های کثیفی هستن. برای همین این مسئله رو باید توضیح بدیم، هموطنانمون، همشهریامون، همزبانمون این مسئله رو بدونن. و متاسفانه یکی از مسائلی که خیلی تلخ و نگران کننده هست اینه که در خراسان شمالی متاسفانه در حوزه تاریخ و در حوزه مسائل میهن پرستی و مسائل ملیگرایی متاسفانه ما ضعیف هستیم. این ضعف رو نمیدونم از کجا ریشه گرفته، از کجا ریشش از کجا نشأت گرفته. متاسفانه در این حوزه ضعف داریم و باید در این حوزه روشنگری بشه، بیایم صحبت کنیم. اما خب در استان ما نیستن افرادی که واقعا از لحاظ فکری استقلال داشته باشن، مستقل باشن. هستن اساتید زیادی داریم، نویسنده های زیادی داریم، ولی خب مستقل نیستن. علتش هم برمیگرده به موضوع مسائل مالی. الان خودم اگر مثلا تا الان نتونستن منو بخرن یا به جای وابسته باشن، چون خودم حالا در حد توانم تونستم یک منبع درآمد شخصی داشته باشم که محتاج کسی نباشم، به جای وابسته نباشم و اینا نتونستن منو اذیت کنن. برای من مثلا من اگر خب جای کار کنم، برم مثلا یه نفر بالا سر من باشه، مطمئنا محل کار منو پیدا کنم، خب اذیت میکنم، برام دردسر ایجاد میکنه. ولی چون کارم به صورت اینترنتی تو خونه خودم و در خونه کارمو انجام میدم، اینا نمیتونن به من ضربه بزنن. یکی از علت‌هایی که متاسفانه خیلی از فعالین فرهنگی ما نتونستن استقلال فکری داشته باشن، نتونستن مستقل باشن، همین مسئله. و اینا رو ما باید روشنگری کنیم، صحبت کنیم. مسئله قومگرایی، تقویت قومگرایی موضوعیه که به یکپارچگی ایران، به تمامیت ارضی ایران، به حاکمیت ملی ایران ضربه میزنه و باید در این حوزه خیلی صحبت بشه، خیلی صحبت کنیم. حالا من تا جایی که امکان داشته باشه هر شب یک برنامه زیر 15 دقیقه برای شما اجرا میکنم و برنامه رو اول در یوتیوب آپلود میکنیم و بعد در تلگرام منتشر میشه. حالا تیکه های کوچیک برنامه، تیکه مثلا ریلز در حد 1-2 دقیقه هم در اینستاگرام منتشر میکنیم. خواهش که از شما عزیزان دارم حتما حمایت کنین، برنامه رو دوستان تو معرفی کنین، در سطح گسترده پخش بشه که صدای ما خاموش نشه. ممنونم که همراه بودین. ایران آباد، مردمی آگاه میخواد. خدا نگهدارتون. بدرود.